درود بر شما عزیزان دل. مهسا خانپور هستم. به یک برنامه سکانس روانی دیگه خوش آمدید. دوشنبه است و در خدمت خانم قاسمی هستیم برای پخش یک برنامه دیگه زیبا از ساخته های ایشون. خوش آمدید. درود به شما و بیننده های شبکه ITN. خوشحالم که یه دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز چی؟ کمالگرایی. اختلال کمال. خیلی خوبه که منم اینجوری تراپی میشم. هر دفعه که یه موضوعی میدید یه کمی روش مطالعه میکنم، میبینم که خب ببینم خودم دارم ندارم چجوریه. به هر حال بریم شروع کنیم ببینیم که کمالگرایی در واقع واژه‌ای هستش که ما بعضی اوقات با پیشرفت اشتباه میگیریم که در حالی که یکیش ریشه در رشد داره، یکیش ریشه در ترس داره. کمالگرایی از دید روانشناسی بالینی تعیین معیارهای غیر واقع بینانه هستش برای خودمون یا دیگران که سنجیدن ارزش شخصی بر اساس میزان موفقیت در رسیدن به اون معیارهایی که تو ذهنمون داریم یا به اون هدفهایی که در واقع هستیم تو مسیر. نتیجه روشنش اینه که رضایت هیچ وقت نداریم تو مسیری که هستیم. همیشه فکر میکنیم که اون چیزی که میخوایم رو به دست نمیاریم. مثلا به عنوان مثال یک شخصی داره میره موزیک یاد میگیره، مثلا پیانیست یا حالا هر موزیک دیگه، فکر میکنه باید حتما بتوون بشه، در حالی که ما 1000 تا بتوون که نمیتونیم داشته باشیم. تو موقعیتی که قرار میگیریم باید بهترین حالت رو لذت ببریم. ولی خب تو کمالگرایی افرادی که کمالگرا هستن همیشه فکر میکنن که باید بهترین راه رو برن، یعنی 100شون باشه و هیچ وقت احساس رضایت ندارن. البته اون کمالگرایی که شما میگین احساس رضایت ندارن مربوط به کمالگرایی ناسالم میتونه بشه. بله، نه سالم هم داریم که بله که برای رشدشون در واقع قدم. ما بیشتر الان در رابطه با کمالگرایی ناسالم میخوایم صحبت کنیم که وقتی از حد نرمالش وقتی میگذره میشه تبدیل به کمالگرایی. شما الان دارین فعلا اون شاخه کمالگرایی ناسالم رو صحبت که البته سالم و ناسالمش رو در واقع امروز صحبت میکنیم. البته اگه وقت برنامه به همون اجازه بده. من سعی کردم همه رو خیلی مطالب و کم و زیاد توی بیارم امروز، ولی اگه وقت برنامه اجازه به همون بده. بله بفرمایید. ما در واقع همه این مسائل ما بیشتر به کودکیمون میرسیم. طبق معمول که ریشه برمیگرده به کودکی و چقدر اینجا آدم متوجه میشه که تربیت والدین میتونه تاثیر داشته باشه برای اجتماع. بله متاسفانه کودکانی که در زمان کودکی خیلی بیش از اندازه مورد تحسین قرار گرفتن، تحسین‌های افراطی که همیشه فکر کردن به جای عشق عمل کرد جلوتر بوده، یعنی حتما باید 20 بگیرن، حالا ما میگیم 20 یا اینجا میگن 100، ولی حتما باید 100شون باشه، حتما باید پرفکت بالاترین حد پرفکتیشون باشه. اون 100شون باشه که اون خانواده همیشه دوست دارن هر کاری رو به نحو احسن انجام بدن و اینجوری بزرگ میشن و متاسفانه اون احساس امنیتشون باعث میشه که همیشه تو ذهنشون ارزش گذاری شخصیشون تبدیل بشه به پیوند ناسالم کمالگرایی. یعنی یک حالتی درست میشه که فکر میکنن با این شکل نقطه رشدشون تبدیل میشه به نقطه کمالگرایی ناسالم. بله. و این مقایسه هایی که خانواده ها در بچگی برای طرف میکنن که ببین طرف چقدر خوبه، تو اینجوری نیستی، اون یکی این کارو میکنه تو نیستی، اعتماد به نفسش رو میگیرن، دائم بهش میگن که تو باید همه کار کنی. اینا باعث این میشه من فکر کنم که ریشه تو بزرگی که اون بچه وقتی بزرگ میشه ناچاره که به اون کمال واقعی دلش میخواد برسه. خب این مقایسه هم هست، میتونه تاثیر بذاره. خب خانواده ها همشون رفتارهای الگوی رفتار
روانشناسی که جلو نمیرن. خانواده ها اکثرا خب سنتی فکر میکنن یا ریشه بر اینکه خب خانواده های خودشون چجوری اینا رو تربیت کردن و همینجور هی نسل به نسل گذشته و به این شکل ادامه دار میشه. بله. تحقیقات عصب روانشناسی جدیداً داره میگه که چجوری میشه که افرادی که کمالگران ذهنشون به چه شکل عمل میکنه، که چجوری میشه که این افراد چرا اینقدر مضطرب هستن، چرا اینقدر استرس دارن توی رفتارشون، چه اتفاقی میفته توی مایندشون که این کارا رو انجام میدن. اینا مغز اینا مرکز هشدار و واکنششون به خطر به شکل دیگه عمل میکنه. به زبون ساده تر اشتباه رو اگر اونا کوچکترین اشتباه کنن تهدید حساب میکنه براشون. بله. براشون یه تهدید میشه و باعث استرس میگیرن، افسردگی میگیرن، حال پریشون میگیرن. بله، تپش قلب میگیرن، فکر میکنن که حتی باعث بیخوابی میشه براشون، چون ذهنشون به یه شکل دیگه عمل میکنه. ذهن افراد کمالگرا. خب مسلما همیشه دائم تو رقابتن. رقابت صحیح البته بد نیست. به قول شما الان دارین راجع به ناسالم صحبت می‌کنیم، بریم سالم. چون من موافق افراد کمالگرا هستم، دارم چونه میزنم که ببینم شما کی به اون قسمت کمالگرایی سالم میرسین. حالا من فکر نکنم. بله، شما جزو افراد جامعه‌ای هستین که تشویق می‌کنین افراد کمالگرا. بله، خواه نخواه من داشتم میگم روش مطالعه هم که می‌کردم. بله، بسیار آدم‌ها رو تشویق می‌کنن برای کمالگرایی، ولی این کمالگرایی سالمی نیستش که حالا اگرم به اون هدفی که خواستیم نرسیدیم اینکه گیواب کنیم یا اینکه استرس پیدا کنیم یا افسردگی بگیریم. راه دیگه ای هم هست. البته ببینیم ما در شاخه‌های تحلیل روانشناسی نوعی از کمالگرایی دیگه هم داریم که متاسفانه بهش میگن کمالگرایی دارک یا همون تاریک، که پرفکشنیسم دارک پرفکشنیسم هستش، که فرد نه تنها خودش رو کنترل میکنه، افرادی هم که باهاشون درگیره میگه باید اونام باید بهترین باشن. که این یکی از شاخه‌های ترسناک و سخت کمالگراییه. یعنی اگر من خودم کمالگرا باشم، شما هم که اگر کنار من هستین به عنوان فرند باید بهترین باشید. و این کار خیلی سخت میشه توی جامعه. اینو درک میکنم، متوجهم چی میگی. نه البته از روی برتری، نه، برای اینکه من احساس امنیت بکنم و احساس این بکنم که کاهش اضطراب پیدا میکنم و فکر میکنم امنیت خاطر پیدا میکنم، راحت‌تر میخوابم و فکر میکنم که اوکی، خب پس ایشون و اشخاصی که با من در تماسن بهترین هستن، نامبروان کامل هستن. کلا آدم کمالگرا دوست داره که با آدمای موفق رفت آمد داشته باشه. این دارک پرفکشنیسم در واقع. دارک پرفکشنیسم. بله. اوکی. این افرادی که به این شکلن، که خب اینم باز برمیگرده به همون کودکی خیلی سختی که داشتن، به این شکل در بزرگسالی نشون میده. اونایی که خیلی کودکیشون سخت‌تر بوده، که این الگوی رفتاریشون تبدیل به وسواس رفتاری باز میشه که مشکل براشون ایجاد میکنه. کنترل بیش از حد در روابط و یه جور خستگی روانی مزمن. حالا ما یه مقدار امروز میخوایم بریم یه چند تا دیگه من از این موضوع امروز رو بگم، مبحث امروز رو بگم و بریم بعد فیلم ها رو ببینیم. همون من مشتاق بودم که ببینم فیلم امروز رو چی تهیه کردین، چی انتخاب کردید ببینیم. من فقط یه چند تا کمالگرایی امروز رو به شما بگم، چون میترسم وقت برنامه رو از دست بدیم و مبحث از دستمون خارج بشه. در روانشناسی امروز ما کمالگرایی خودمحور داریم که فشار دائمی در واقع به خودمونه. کمالگرایی دیگر محور داریم که فشار به اطرافیان هستش. کمالگرایی اجتماعی داریم که ترس از قضاوت و تلاش بر رضایت دیگرانه. باز کمالگرایی کنترلگر داریم که در واقع این نوع کمالگرایی برای والدین و مدیرانه، که یه جور فرد احساس میکنه که کنترل همه چیز اگه از دست بده، خب همه چیز دستش خارج میشه. در نتیجه توقع داره که دقت و نظم زیادی از
مثلا والدین یا مدیران از اطرافیانشون داره. این کنترلگری، کمالگری کنترلگر حساب میشه. و کمالگری اخلاقی باز این میشه در این نوع فرد میخواد همیشه بهترین باشه، مهربون باشه و یه چیزی که خیلی ناجوره اینجا که فکر میکنه اگر کوچکترین اشتباهی بکنه اطرافیانش ناراحت میشن و این عذاب وجدانش جلوتر از عقلش همیشه هست. این خیلی کنترلگری این کمالگری خیلی سختی هستش و باعث میشه اضطراب بگیره، وسواس فکری داشته باشه. این کمالگری خیلی به نظر من سخت‌تریه. چون نمیتونی تشخیص بدی که تو چه شرایطی است. باز یه کمالگری داریم، کمالگری نارسیسم. این کمالگری میل به برتری و انکار اشتباهاتی داریم برای حفظ تصویر کامل از خودمون. خب اون دیگه خودشیفتگی، اون دیگه کمالگری. من ببخشید دارم دخالت میکنم. حالا من فکر کنم در برنامه بعدیمون در مورد خودشیفتگی خیلی جالب میشه اگر برنامه بعدی. بله، چون انقدر آدمای خودشیفته تو جامعه زیاد شدن که من فکر کنم یه 3 جلسه براش بذارید برای احتمالاً. و خودشیفتگی جالب اینه که یه سریا فکر میکنن که خودشیفتگی اون از خود متشکریه. نه، یکم اصلا کاملا مبحثش فرق داره، مبحثش متفاوته. حالا ما جلسات که واقعا آزار میده بقیه. بله، صحبت میکنیم. این کمالگرایی نارسیسمی یه جور هم انکار اشتباهات برای حفظ تصویر کامل. در نگاه روزمره مطالعات بالینی نشون میده که کمالگری نارسیسی ترکیبی از 2 مکانیسمه که دفاعیه که فرافکنی میکنه، دیدن نقصهای خودشو در دیگران، و دومی انکار، یعنی نپذیرفتن اشتباهات خودش و ضعفش در واقع که فرار از شر میکنه. یعنی نمیخواد اشتباهات خودش رو ببینه، نمیخواد ببینه که مثلا شاید موفق نشده. بله، نمیخواد اشتباهاتش رو ببینه که چون در واقع فرار از شر میکنه یه جورایی. این 2 تا حالت مکانیسم داره که در این افراد نیاز افراطی به تایید و تحسینه، حساسیت شدید به انتقاد دارن. این همین کمالگرایی نارسیسی، میل به برتری در هر زمینه‌ای دارن، همون چون خودشیفتگی هم توشه دیگه. رفتارهای رقابتی و مقایسه شدید دارن و معمولاً به بنبست عاطفی میرسن. حالا ما یه کمالگرایی اخلاقی یا زیبایی شناختی هم داریم. اون چیه؟ اینو من نمی‌دونم. یه جور وسواس در درستی و زیبایی یا خیلی خوب بودن به شکل افراطی. که خیلی دوست داریم خیلی عالی باشیم، بهترین باشیم، زیبا باشیم، یعنی خیلی افراطیه دیگه، بیش از اندازه افراطی هست. افراطیش خوب نیست، ولی چرا که نه، هر کسی واسه من به نظر من همیشه برای بهتر بودن همه باید تلاش کنن و کمالگرایی در حکم سالمش به نظر من واقعا مفیده برای هر کسی. ولی اگه به هدفشون هم نرسن، انقدر اهداف مختلفی هست که میتونی از راه دیگه‌ای کار دیگه‌ای کنی و همیشه موفق باشی. این چیزی که من همیشه تجربه داشتم و راضی بودم. حالا این فیلم میتونه بریم قسمت اول ببینیم، بعد فقط این نکته رو من بگم که کمالگرایی یک طیفه. فقط من اینو بگم بیماری نیستش، ما هممون تو این طیف ممکنه گرفتارش باشیم. این نکته اید که من بگم. فیلم بعدی که ما آماده کردیم در رابطه با اسم فیلمش هست زیر سقف دودی، کار خیلی زیبایی از خانم پوران درخشنده و با بازی‌های زیبا خانم مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، آزیتا حاجیان و بقیه بازیگران خوب که اگر اشکالی نداره لازم به ذکره که من بگم که فیلم زیر سقف دودی، آواز این فیلمو دوست عزیز و ارجمند من آقای سینا سرلک خوندن که بسیار ترانه قشنگیه و خوشحال میشم که اگر خانم ندا بتونن که آخر برنامه این ویدیو کلیپ رو پخش کنن، شما هم مستفیض بشید از صدای ایشون و ترانه قشنگ زیر سقف دودی. بریم ببینیم. خیلی ممنون که این فیلم رو انتخاب کردین، قسمت یکش رو ببینیم. خب در واقع این فیلم این پسر خانواده هست. من یه مقدار کوچولو توضیح میدم که چون فیلمش 5 تا قسمت هست، ما 5 تا قسمت رو سریع ببینیم. همسر یه مادر خانواده هست، پسر خانواده
و یه پدر خانواده. بله. که خب همسر مادری که بی‌نقصه، میخواد همه چی پرفکت باشه، مادر خوبی باشه، همسر خوبی باشه، خونه همیشه مرتب باشه و تلاش افراطی میکنه که احساسات درونیش هم در واقع فاصله میگیره. رابطش با همسر و فرزندش هم سرده، خب به خاطر که همیشه خودش همیشه باید پرفکت باشه، همه چیز ارتباط خوبی ولی نمیتونه ارتباط خوبی با خانواده نداره و متاسفانه پدر خانواده هم خب خیانت کرده و با یه شخص دیگه در رابطه است. پس یادم پرفکت نبوده. بریم قسمت دومم ببینیم. بریم قسمت دوم ببینیم. من اینجا میبینین خانم خانواده تلاش داره میکنه، به خودش رسیده حسابی، که مثلا بعد از مدت‌ها موهاشو رنگ کرده، میکاپ کرده که همسرش اینو ببینه، ولی همچنان باز همسرش اینو نمیبینه و داره تلاش میکنه. این همون خانم کمالگرا بود که بله. همه چیز خب سعی کرده همه چیز یعنی مرتب باشه. در زیادی هم کمالگرایی باعث میشه که خارج از احساسات و یه چیزای رفتار نرمال بشن واقعا و اون تقریبا و خیلی سعی کرده که دیده بشه، ولی باز دوباره همسرشون رو ندید و داره کمک میکنه اون دیده شدن و سعی داره میکنه که خلاصه از طریق پسرش برن تراپی بشن. این فیلم نشون میده که تلاش برای کامل بودن بدون پذیرش خود به فرسودگی و تنهایی منجر میشه. یعنی یه جور همه مشکلات رو تو خودش ریخته و میخواد یه نقابی برای خودش بزنه و نمیخواد باور کنه چقدر آسیب هست در زندگیش. یعنی ما اگر از بیرون ببینیم میگیم چه خونه زندگی عالی، شوهر، فرزند و خونه چقدر مرتب، همه چی سر جای خودش و چقدر همه چی پرفکته، در حالی که همچین چیزی وجود نداره. یه سری هستن که این کمالگرایی ناسالم همینه که یه دیسیپلین خاصی دارن که حالت هیتلری پیش میاد دیگه اصلا تو خونه و واقعا دیگه اون مورد اون صمیمیت از بین میره در واقع. درسته؟ بله درسته. اون صمیمیت، اون کانکشن راحت توی خانواده، توی دوست و فامیلی از بین میره و اون ناسالمه دیگه. ولی کمالگرایی سالم من همچنان میگم سالمش خوبه. قسمت 3 رو میخوایم ببینیم. بریم. ما اینجا میبینیم که باز همچنان داره خونه رو مرتب میکنه، نظافت میکنه، آب میوه برای پسرش میگیره، برای همسرش و باز به خودش اونجوری که باید بپردازه نمیپردازه. در فیلم سقف دودی از خانم پوران درخشنده میبینیم نمونه روشن از کمالگرایی پنهانو که در روابط خانوادگی ما اینجا مشاهده میکنیم. خیلی وقتا آدمایی رو میبینیم که از بیرون همه چیزشون عالیه، پرفکته، همون حرفی که قبل از فیلم من گفتم، خونشون تمیزه، رفتارشون عالیه، همه چیشون بی‌نقصه، همه چیشون حساب کتاب داره، همه چیشون عالی، اصلا هیچ مشکلی نداره. آدما همیشه فکر میکنن، مثلا الان سوشال مدیا میبینیم توی اینستاگرام همه چی میگیم وای چه زندگی هایی، چقدر همه چی عالیه، چقدر اصلا خیلی حسرت اینجور زندگی ها میخورن، ولی در درونشون قوقایی هست و اگر توی اون زندگی ها برین دیپشین ببینین که چه اتفاقاتی در اون خونه ها و چه اتفاقاتی هیچ وقت ظاهر نشون دهنده باطن واقعی کسی یا روابطی نیست واقعا. بله اگه بریم قسمت بعدی فیلم، قسمت آخره یا 4 بریم. داستانش خیلی طولانی. این راجب چی بود؟ اینجا ایشون دانشگاهشو ترم آخر که بالدار میشن ول میکنن به خاطر اینکه بالدار شده و همه زندگیشو وقف بچه و فرزند و همسرش میکنه و عملا خودشو فراموش میکنه و یه جور برناوت، یه جور افسردگی. این تیکه منو یاد مهرطلبی ناسالمم میندازه. در واقع که از خودگذشتگی میکنه به خاطر کمالگری بخواد باشه باید به خودش هم برسه. بله شما من دیگه دارم اصلا شاگرد شما میشم. بعد از این برنامه ها منم فکر کنم کنار شما بتونم که کلاینت بگیرم. عالی بود. از نگاه روانشناسی این همون کمالگرایی پنهانه که یعنی کسی که ظاهرش آرومه ولی ذهنش مدام در حال قضاوت خودشه
یعنی خوشحالم نیست ولی خودشو داره قضاوت میکنه، حتی گاهی خسته است به خودش اجازه استراحت نمیده. نگاه کرده باشین قسمت قبلی، با اینکه خونه مرتب ولی لباسا رو اینجوری تاه میکنه، اینجوری مرتب میکنه، باز داره کارهای اضافه برای خودش. چقدر داشتیم این نمونه رو تو جامعه، وسواس... خصوصا تو جامعه ایرانی ما من خیلی دیدم واقعا. حالا چون ما تو جامعه ایرانی هستیم شما میبینیم، ولی ما مطمئن باشین تو این جامعه هم هست. 100% تو جامعه های مختلف هست. ما چون تو جامعه ایرانی به دنیا آمدیم و زندگی کردیم، همیشه جامعه ایرانی رو اول میگیم، ولی مطمئنا تو همه جامعه ها وجود داره و ما داره تا چون باشون زندگی نکردیم شاید ندیدیم، ولی همه جا وجود داره. و این کارهای اضافی که برای خودش انجام میده به خاطر اینکه یه جور وسواس فکری، قضاوت از خودش و ناراضی بودن از وجودیت خودش، به خاطر اینکه نمیدونه دیگه چیکار کنه، چون میخواد فقط پرفکت بودن رو ارائه بده. سقف دودی فقط نام یک فیلم نیست از نظر من، بلکه یک استعاره از ذهن زنیه که ظاهر امن و منظم داره. به نظر میرسه که درونش پر از دود و خفگیه. درون اون خانواده‌اش هم همینجوره، پر از دود و خفگیه، چون خانواده هم خفه میشن وقتی این دیسیپلین خاص و خشکی بخواد پیش بیاد. بله دقیقاً نمیتونه، اینقدر سعی کرده که کامل باشه خودش رو اصلا فراموش کرده، اصلا نمیتونه خودش کجای زندگیه. و احساساتش، نیازهاش، خشمش، قصه هاش، حتی زنانگیشو. یه جایی تو این فیلم هست که من دیگه اینو نذاشتم چون تعدادش خیلی زیاد میشد، حتی زنانگیشو فراموش کرده، اصلا نمیدونه کجای زندگی قرار داره. به همین دلیل خب همسرش هم دیگه چیت کرده رو سرش دیگه. حالا اونه که همسرها اکثرا چیت میکنه، توجیهی نداره بعضی البته، من توهین نمی کنم به همه، ولی خب ما معمولا این رفتارها رو نظم یا فداکاری مینامیم، ولی از دید روانشناسی اینا میتونه نشونه های اضطراب در لباس کمالگرایی باشه. بله، که جامعه به اون یاد داده که زن خوب بودن یعنی زنی که بی‌نقص باشه، همیشه مرتب باشه، غذاش همیشه آماده باشه. به قول خودش نمیدونم استاد شامی کباب، نمیدونم یه چیزی گفت شامی کبابم، نمیدونم استاد فلانم، استاد فلان غذا شدم، استاد مرتب بودن منزل شدم، یا این چیزا باشم. یعنی جامعه اینو بهش آموزش داده متاسفانه. شاید پیام واقعی این فیلم همین باشه که کامل بودن همیشه به معنی سالم بودن نیست. آرامش وقتی میاد که انسان خودش رو با تمام نقصاش بپذیره، چون اصلا انسان به دنیا اومده که نقص داشته باشه. اصلا کلا همینه. گاهی برای نفس کشیدن باید اجازه بدیم سقف دودی ذهنمون ترک بخوره تا کمی نور و هوا واردش بشه. این اصلا به نظر من بیش از اندازه خودش رو توی چارچوب فشار قرار داده. من فکر کنم قسمت بعدی فیلمم اگر ببینیم قسمت آخرش هم ببینیم بعد. خب اینجا دیگه همسرش دیگه تموم کرد و گذاشت رفت دیگه، تموم دیگه برید دیگه زیاد کمالگرایی کرده. حالا زیاد کمالگرایی هم خوب نیست، خوبه، خیلی هم خوبه، ولی حد و اعتدالش خیلی چیزه. من همیشه میگم کمالگرا باشید، ولی اگه فیل شدین دنیا به آخر نرسیده، راه دیگه انتخاب کنین بعد در حد خودش. یعنی خوشی خودتون هم داشته باشین، راحتی خودتون هم داشته باشین، ولی خب حالا به نفع احسن هم باشین بد نیست. بعد میگم نه، خب اگه کمالگرایی در حد رشد باشه و اگه آسیب نخواد برسونه اوکی، یعنی خیلی میشه همون کمالگرایی سالم که همه میپذیرن. جامعه بعضی اوقات باعث میشه که آدم‌ها به سمت کمالگرایی ناسالم برن، چون جامعه ما قبول میکنه که خب اگر یه کارمند یا یه آدمی خیلی آن تایم هست و خیلی منظمه، ناخودآگاه یا بهش بونس میده یا بهش پاداش میده. خب اینا باعث میشه آدم‌ها ناخودآگاه به سمت کمالگرایی ناسالم برن. ما خودمون پرورش میدیم کمالگرایی ناسالم. ما باید خودمون آموزش ببینیم که کمالگرایی ناسالم هم پرورش ندیم. گاهی اوقات حالا اجباری نیست این میز حتما خیلی مرتب باشه، میتونیم یه وقتایی هم نامرتب باشه، تمرین کنیم. یه وقتایی میتونه یه مقدار نامرتب باشه، یه بار میتونیم تمرین کنیم نامه ویرایش نشده بفرستیم.
حتما نباید همه چی خیلی استریت‌فورورد با خیلی صاف باشه، همه چی خیلی مرتب باشه. تا جایی که به روحیت صدمه نظره، تا جایی که به نظر من فیلتون نکنه، افسرده نشین، استرس نگیرین، خب خیلی خوبه، جالبه. بله. چرا که نه؟ و یه دنیا صحنه رقابته و اگه رقابت نداشته باشی نمیتونی پیروز شی، نمیتونی برنده شی، نمیتونی به جایگاه‌های بالاتر برسی، ولی در حد اعتدالش دوباره رسی. بله درسته. نه اینکه خودتو بکشی تا برشی کمالگرا. درسته. همون درمان شناختی رفتاری که همیشه میگم CBT همون در موردش همیشه میگم باید به افراد آموزش بدیم که اشتباه کردن نشانه شکست نیست، راهیه که از مسیری که میریم احساس لذت ببریم، یعنی احساس کنیم لذت داریم. اگه من دارم آموزش موسیقی میبینم حتما نباید بتوون بشم، من باید اون مسیری که دارم میرم احساس خوشحالی بهم داره، لذت ببرم، جزو هابیم باشه، خوشحال باشم از اون مسیری. دقیقاً. اگر دارم میرم آموزش آرایشگری میبینم حتما نباید به بهترین و بالاترین قسمت برسم، همون مسیری که دارم طی میکنم باعث خوشحالیم باشه. بله دقیقاً. واقعا حالا اگه آموزش موسیقی هم خواستی ببینی، دیدی استعدادشو نداری، واجب نیست اینو ادامه بدی، میتونی بری آموزش رقص ببینی، شاید تو اون زمینه استعداد داشت. من یه ذره شوخی خنده ها من بکنم تو این برنامه دیگه. شما خیلی من دیروز زنگی که داشتم، ایمیلی که داده بودن و زنگی که داشتم میگفتن شوخی خنده هم خوبه بکنین، خیلی از برنامه شما تعریف کردن و مشتاق بودن. شما خانم خانپور همه جا هستین، کلا فضا خیلی صمیمی و دوست شما داشتنی. میگم خب حالا اگه نتونستین موسیقی یاد بگیرین رقص رو میتونید. این مثال میزنم بعد نه خیلی هم عالی. ولی دیگه قصه نخورید واقعا، بالاخره یه راه دیگه این. حالا غیر از رقص چه پیشنهاد دیگه ای دارین شما؟ حالا دیگه رقص نمیدونم، یه کار دیگه مثلا برین تنیس یاد بگیرید. حالا یا در مورد کار همینجور، حالا اگه حسابداری رو نمیتونی یاد بگیری شاید طراحی رو بتونی یاد بگیری. من منظورم اینه که زیاد آدما خودشون اذیت نکنن ولی به جایی که باید برسن. من همیشه عقیدم اینه. درسته. حالا من یه سوالی کلا میپرسم که دیگه برنامه شما تموم میشه، اینه که آیا در مسیر پیشرفت واقعا ما رشد میکنیم یا فقط تلاش میکنیم که اضطراب کامل نبودن رو تو خودمون پنهان کنیم؟ این سوال همش از خودمون بپرسیم. در صورتی که ضربه به خودمون نزنیم تا جایی که پیش بریم صحیحه. منم جای تماشاچی‌ها به شما جواب بدم، به نظر من اینجوریه. صحیح میگم؟ درست میگم؟ نه واقعا جدی میگم. اگر واقعا فکر کنیم همش اینو با خودمون بپرسیم از خودمون که اگر واقعا تو مسیری که هستیم داره پیشرفت میکنیم و رشد داره میکنیم اوکیه، ولی اگر فکر میکنیم که داره یه چیزایی رو در خودمون پنهان میکنیم، اینجا یه تعامل اینجا یه استاپی بکنیم، با خودمون رو راست باشیم. اگر با هیچ کس رو راست نیستیم، با خودمون رو راست باشیم که داره چه کاری انجام میدیم. اگر با خودمون رو راست باشیم خیلی از مسائل درونی ما حل میشه قبل از اینکه به مراجعه به تراپیست بکنیم. خیلی از مسائل در درون ما قبل از اینکه به تراپیست برسیم حل میشه. ولی در نهایت تمام این موضوع برمیگرده به این که اگه واقعا نتونن با خودشون حل کنن به تراپیست رجوع کنن. بله 100%. و بسیار آروم میگیرن. و در نهایت یادمون باشه پاداش عشق آگاهی است. شعار همیشگی شما. بسیارم عالی. تا یه برنامه دیگه ما باید شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. خوشحالیم که شما رو داریم. خدا نگهدار. تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت. تو ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی وا شد سیل بارون میشه
شدم. تو قدم که میزدی هر جای شهر، من زمین اون خیابون میشدم. عشق یعنی 100 سال دیگر، بهش حسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی، ولی خودش ندونه. توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی، ولی خودش ندونه. به جنون بد دارم عادت میکنم. من به هر کسی که میبینه تو رو با همه جونم حسادت میکنم. همه توی دلت جوونه. عشق برای اون چه کردی، ولی خودش ندونه.